کشف پایگاه پیاده نظام موساد توسط بسیج. بله این خبر عجیبیه. میگه که یک سری از کسایی که حالا جزء اتباع طبقه بندی میشن اومدن و توی جاهای مختلف شهر انگار حالت کمپ توری هستن و دارن عملیات خرابکارانه رو انجام میدن. امیدواریم که این خبر تکذیب بشه و نقش داشتن اتباع غیرقانونی در رابطه با اتفاقات اخیری که داره برای کشورمون میفته امیدواریم که این تکذیب بشه. ولی این خبری که منتشر شده و منبعش رجا نیوزه راجع به این گفته که بیشتر از 400 نفر از اتباع افغانستان در مقری در تونل‌های زیرزمینی بودن. این تونل فاصله کمی تا ستاد فرماندهی کل سپاه داشته. خب این خبر خیلی بدیه. یعنی با توجه به اتباع غیرقانونی و تلاشی که داشت اتفاق میافتاد برای برگردوندن اتباع، این خبر خیلی خبر شوکه کننده ایه و حالا تازه این رو متوجه شدن. شاید اتفاقات دیگه‌ای هم در راه باشه. امیدواریم که تکذیبیش سریعتر منتشر بشه یا به هر حال این رو یا که هستن دیگه در هر قشر و در هر قوم و در هر ملیتی بالاخره باید به این فکر کنیم که آدمایی هستن که اتفاق بیفته خوبن بدن به حال هر دو طرف وجود نداشته باشه و وقتی این مدلی باشه که شما متوجه نباشی که این